الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه بیستم از شناخت خوارج و کشف شبهات اونها است. اهل توحید بارک الله فیکم، ما تا به اینجا، تا به این حلقه دو مرحله آموزش خوارج رو به پایان رسانید. ما به شما گفته بودیم که این سلسله درس هایی که شناخت خوارج و کشف شبهات اونها است از سه مرحله عبارت است. مرحله اول شناخت خوارج قدیم، مرحله دوم شناخت خوارج جدید، مرحله سوم کشف شبهات آنها در هر یک مسئله. الحمدلله که ما خوارج القدیم را شناختیم و این چنین خوارج الجدید را هم به تقسیمات و نمودهاش شناختیم. حالا با مرحله سوم شروع میکنیم باذن الله سبحانه و تعالی کشف شبهات خوارج. یعنی کشف شبهات این است که خوارج ها یک اعتقاد دارند. اعتقادهای خوارج ها را یک به یک ذکر میکنیم. این شبهات است. اعتقاد خوارج که از شبهات، از عقلانیات و از خطا فهمی ها، از بی‌منهجی و جهالت به وجود آمده است. این شبهات است. اعتقاد خوارج شبهات است. دلیل هایی که اونها میارند به شبهات در دلیل هایشان جواب میگیم. این کشف است. یعنی اعتقاد خوارج ها را ذکر میکنیم و بعد از این به اعتقاد خوارج یک به یک جواب میگیم. همین را میگن کشف شبهات. خطاگی های اونها را، شبهات اونها را، زلالت و گمراهی خوارج ها را جواب میگویم، رد میزنیم، کشف میکنیم. کشف شبهات. مرحله سوم را باذن الله سبحانه و تعالی شروع میکنیم. ولی اولین مسائلی که ما در بالایش صحبت میکنیم این اعتقاد خوارج قدیم است و که امروز هم وجود دارد. خیلی ما گفتیم امروز در زمان ما چند نمود خوارج ها وجود دارد. ما گفتیم عیناً همون خوارج های قدیم که بود امروز هم وجود دارد، یک قسم. و بعد از این جمعه هایی که اهل سنت را تکفیر میکنن دو قسم. و بعد از این خوارج جدید که در باب تکفیر مشکلی دارد، یعنی به گناه کبیره تکفیر نمیکنن، اجماع را به خاطر اجماع همه را تکفیر نمیکنن، اجماع را هم قبول دارن، ولی در باب تکفیر، تسلسل، تکفیر بالعموم، تکفیر برای هجرت نکردن و غیره دارن که یا تکفیر برای تکفیر ظاهر نکردن کفر بالطاغوت و این و آن. اینها خوارج جدود است. اما امروز برادران و خواهران عزیز دو یا اصلا سه عقیده خوارج قدیم امروز خیلی هم سخت منتشر شده ایستاده است و در بین جوانها شبهاتش هم منتشر شده ایستاده است. اولین اونها تکفیر کردن کسانی را که گناه کبیره را انجام میدن، صاحب گناه کبیره، یعنی عقیده معتزله و عقیده خوارج که اونها اولین خوارج ها و اولین معتزله ها، اولین عقیده که در خوارج ها پیدا شد همین بود. خوارج های قدیمه اولین به گناه کبیره تکفیر میکرد. اول حضرت علی و بعضی از صحابگان را در اساس خطا تکفیر کردند. آهسته آهسته به خودشان حجت گفتند و نیافتند و به گناه کبیره تکفیر کردن را شروع کردند و آهسته این گمراهی عام
در تمام بین خوارج همچون یک اصل اعتقادی خوارج. خوارج نبود مگر اینکه به گناه کبیره تکفیر بود. و امروز هم لیوا و پرچم این عقیده خوارج قدیم را بردارنده ها وجود دارد و دعوای اهل سنت میکند، به مانند یکی از اونهایی که خیلی در بین مردم فارس حرکت کرده ایستاده است و تا امروز حرکت کرد و بسیاری از جوانها میشناسند، ابو محمد کردی، خبیث خوارج زندیق که خودش را ابو محمد سنی حالو کرده. امروز این عقیده تکفیر کردن به گناه کبیره و تکفیر کردن به خاطر اجماع، هر کسی که اجماع را قبول کند کافر است. این دو عقیده که عقیده خوارج قدیم بود خیلی دارد منتشر می شود، زیرا که رافضه ها برای این خیلی هوسمند هستند و رافضه ها از این منتشر شدن این اعتقاد سودمند هستند، فایده میبرند. بسیارترین کوششی که امروز کوشش کرده ایستاده است این رافضه ها و حکومت خمینی خبیث شیطانی است که انا همین عقیده خوارج مرده را، یعنی نابود شده ایستاده را، گشته دوباره در بین اهل سنت میخواهد زنده کند و مسلمان های اهل سنت را به شک و شبهه یا به قتل و کشتار همدیگر وادار سازد. به کدام عقیده؟ به عقیده انا همین خوارج های قدیم. سه عقیده. یکمش گفتیم تکفیر به گناه کبیره، دومش تکفیر به خاطر اجماع، زیرا که خوارج های قدیمه خدا بزنه تور شیخ حرام، خوارج های قدیمه هم اجماع را چکار میکردن؟ این کار میکرد. خوارج های قدیمه هم اجماع را این کار میکرد. بارک الله فیکم. امروز هم این خوارج هایی که به گناه کبیره تکفیر میکنند، یک باره هر کسی که اجماع را قبول دارد او را هم تکفیر میکنند. برای همین امام شافعی، احمد ابن حنبل و دیگر از علما را تکفیر میکنند. به مانند این که ابو محمد کردی رافضی خبیث کافر نام به نام امام شافعی را تکفیر کرده، احمد ابن حنبل را تکفیر کرده، بخاری را، همه را تکفیر کرده. و سومین عقیده خوارج قدیم که امروز منتشر شده است، انا همین ظاهر مردم را قبول نکردن و به باطن مردم حکم گذاشتن که عقیده نجدات بود. که این عقیده را هم انا همین ابو محمد کردی بر این انسان ها خوارج های قدیم دارد و هم یک عده از جوان هایی که بارک الله فیکم خودشون را اهل سنتی و الجماعه میگویند، ما خوارج نیستیم میگن، اجماع را قبول داریم میگن، به گناه کبیره تکفیر نمیکنیم میگن، لیکن انا این عقیده خوارج را هم گرفتند و حکم به ظاهر را قبول ندارند. یعنی وقتی که ما درباره اعتقاد خوارج صحبت میکنیم، شبهات اونها را ذکر میکنیم، اعتقاد اونها را ذکر میکنیم و جواب میدیم، عادتا بزرگترین مسائل انا همین سه مسئله هست و تمام دیگر مسئله ها به زیر همین سه مسئله داخل میشن. مسئله تکفیر به گناه کبیره یک، مسئله دوم تکفیر به اجماع، یعنی به اجماع به معنای چی؟ یعنی هر کسی که اجماع را قبول کند کافر است گفتن. و مسئله سوم ظاهر انسان ها را قبول نکردن، حکم به ظاهر نکردن، حکم به ظاهر را انکار کردن و به طریقه های گوناگون حکم انسان را که ظاهر نکردن، یعنی حکم ظاهر انسان را که قبول نکردن، چی به وجود میاد؟ تکفیر بالعموم. بعد از این تکفیر نکردن به خاطر هجرت، تکفیر بالتسلسل، انا این چیزها همش در زیر این است. یعنی ده ها مسئله هست یا ده ها مسئله هست که به زیر همین مسئله ظاهر را قبول نکردن، ظاهر انسان را، اسلام ظاهری را قبول نکردن به وجود میاد. ما در فرض این موضوع به عمق علما و منهجا باذن الله سبحانه و تعالی داخل خواهیم شد. سه مسئله بزرگی که امروز جوانها را به فتنه وادار کرده است و این خبثای لشکران رافضه، لشکران کفار مشرکین به این داخل شدند و ناگفته نماند. اکنون شما فهمیدید که سه مسئله بزرگترین است. یکم چی گفتیم؟
مسئله تکفیر به گناه کبیره. دوم انکار کردن اجماع و قبول کننده های اجماع را انکار کردن. و سوم تکفیر، یعنی الغلو فی التکفیر بگوید یا که بگوید حکم ظاهر را قبول نکردن. و می توانید بعد از این مسئله چهارم را غلو فی التکفیر را هم داخل کنید. غلو فی التکفیر، زیرا که تسلسل در تکفیر میکنند اینها. بارک الله فیکم. اکنون عاذری در نزد این خوبسا کی است؟ در نزد ابو محمد کردی بر این انسانهای رافضی شده، لشکران طاغوت و امریکا و یهود و رافضه، عاذری کی است در نزد اینها؟ در نزد این ابو محمد کردی، به خودش سنی میگه زندیق و هم مانندش، عاذری کسی هست که به گناهی کبیره کرده ها را تکفیر نکند. یعنی یک نفر گناه کبیره کرد، او را تکفیر نکردی، تو عاذری هستی. در نزد خوارج عاذری انا همین است که گناه کبیره کرده ها را تکفیر نکرد. یا عاذری در نزد این 4-5 جوان هایی که حالا ما میبینیم از افغان تاجیکستان که این خوبسا به عموم تکفیر بالعموم میکنن، تکفیر به خاطر ظاهر نکردن کفر بالطاغوت، تکفیر نکردن مرتدین، یا به خاطر هجرت نکردن گفته تکفیر بالعموم میکنند، یا در دارالکفر بوده ها یعنی ظاهری انسان را نمیگیرند با باطن تکفیر میکنند. عاذری در نزد اینها کی است؟ هر کسی که تمام روی عالم را، تمام مسلمان های روی عالم را تکفیر نکند، این عاذری است. اما عاذری در نزد اهل سنت و الجماعت دیگر است. عاذری در نزد اهل سنت و الجماعت این است که هر کسی که یک انسان را انیق دقیق دید که همون انسان انیق دقیق به شرک اکبر کفر اکبر واقع شد، فهمید، دانست، دیده و دانسته و فهمیده به علم و شرک اکبر واقع شده را، نه این مسلمان است فقط انا این است عاذری و کافر میشه. و حالا در عذر، در بالای عاذری جهل هم عذر است در نزد سلف صالح. خیلی که ابو حاتم الرازی از ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی اجماع را، این مسئله هم یکی از مسائل نازکترین است. البته در آینده ما در مسئله عاذری در نزد خوارج کی است، عاذری در نزد اهل سنت کی است صحبت میکنیم، ولی این نکته را فراموش نکنید. برای همین وقتی که میبینیم خوارج ها می آیند و میگن که ای شیخای شما عاذری است، طالب علمای شما عاذری است، ما میبینیم که بعضی از جوان ها به شبهه میگفتند ای خود این آدم طالب علم اهل سنت نبود است، عاذری بود است. برای که نمیدانند که عاذری در نزد خوارج کی است. این نقطه ها و این نازکی ها یکی از بزرگترین دروازه ها، بگیم کلیدهای علم، این نازکی ها را فهمیدن، این کلیدهایی که همین خوارج شناسی را با همین کلیدها میفهمید. این نازکی ها را نفهمیده، به شبهات این خوبسا داخل شده، گمراه شده ممکن است. اکنون باذن الله شروع میکنیم به اولین موضوع، مسئله شبهات خوارج و کشف شبهات اونها. خوارج های قدیم و امروزه جدید، یک قسم از امروز، یک قسمش خوارج های هدبر آشکار واضحش خیلی مثال آوردیم، به مانند ابو محمد الکردی که خودش سنی میگه این زندیق، همچنین ها هستند. میگویند که هر کسی که گناه کبیره کرده باشد کافر است و اگر توبه نکرده میرد ابدی در جهنم است، خالدا مخلدا فی النار است. گناه کبیره چی میگه؟ خود اینا میگه زنا، مثلا زنا کند، شراب خورد، به مسلمان جنگد یا مسلمان را کشد، این آدم میگن ابدالابد در جهنم است. البته در این دنیا کافر است، اول این مرتد است میگه، این را همچون کافر مرتد باید جزا داده شود. کافر مرتد را چه جزا میتید؟ میبره توبه کنه، میگه توبه نکرد قتل میکنه، دیگر جزا نیست. برای کافر مرتد همین جزا است که در قرآن و سنت است، اما بعد از مرگش گفتن جهنمی است، صاحب گناه کبیره. اما وقتی که ما نظر میکنیم پیامبر صلی الله علیه وسلم رو که قرآن را تفسیر کردند، به صحابگان تعلیم دادند، پیامبر صلی الله علیه وسلم که به قرآن عمل کردند، اصلا منهج پیامبر دیگر منهج بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم
یک حکم را بیان میکردن، حکم مرتدین. مرتدین کسانی که خود را مسلمان گفته بود اما یا یک بار مسلمان شده، یک بار به اسلام داخل شده و بعد از این به شرک اکبر، کفر اکبر واقع شده، از اسلام گشته برآمده، اینا مرتدین هستند. و حکم مرتدین معلوم است، توبه، استتوبه، طلب توبه میکنه، توبه نکرد قتل. و بعد از این در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم گناهگارها بودند، انسان‌هایی که معصیت کرده. هر یک گناهگار به حسب حال خودش، به همون حالت خودش دیده پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم میکرد. پیامبر معاملهشون به گناهگارا به مانند مرتدین نبود. پیامبر آن معامله که به شرک اکبر کرده، به کفر اکبر کرده، مرتد شده معامله میکردند و حکم میکردند، این حکم را به بالای گناهگار که گناه کرد اما گناهش کفر اکبر نیست، او را از اسلام خارج نمیکند، این چنین معامله نمیکردند. فرق میگذاشتند بین کفر اکبر، شرک اکبر و بین گناه کبیره یا معصیت که گناه کبیره است، از همه بزرگترین معصیت بعد از کفر اکبر شرک. این یکی از بزرگترین دلالت برای چی فرق کردن شرک اکبر، کفر اکبر از گناه کبیر است. باز میگم یک کسی که کفر اکبر، شرک اکبر کرد، حد ردت به بالش مانده شد، وفات کرد، حد ردت را ماندند، یعنی توبه نکرد، کفر اکبر شرک اکبر کرد، توبه نکرد، حد ردت را به بالش ماندن، یعنی قتل کرده شد، به او جنازه نه، به او قبرستان مسلمان گور کرده نمیشد، این مرتد مردی کافر است. اما یک نفر زنا کرد، یک نفر زنا را حرام میداند اما به سبب شهوت زنا را انجام داد، این را دره میزنند اگر محسن نباشد و باکره باشد، به مانند زنی که باکره زنا کرد، یعنی زنی که شوهر نکرده دختر زنا کرد، یا پسری که یگان مرتبه زن نگرفته زنا کرد، 100 دره میزنند و ترغیب و عام. اما این مسلمان است، 100 دره میزنند تمام مسلمان. اگر در تگ دره مرد، اگر در زیر دره وفات کرد، به این جنازه خوانده میشه. از این میگوید که به زنا کفر نشد. و این چنین کسی که رجم، یک زنی که بیوه بود، یک مردی که زن داشت و محسن بگیم بالعموم، این زن و مردی که شوهر و زندار بود، بالاخره زنا که از اینها به وقوع پیوست رجم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ رجم کفاره هست. گفتن کفاره همین است که یعنی به سبب رجم اینها از همین گناه نجات مییابد. اما مسلمان بود، به سبب رجم جزا در این دنیا داده می شود. هر زیناکری که در این دنیا جزاش گرفت در روز آخرت جزا نداد. در بالای رجم البته قتل کرده، به رجم زده کشته می شود، رجم عاقبتش قتل است. اما هیچ وقت یگان نفر از مسلمان ها از زمان پیامبر تا امروز نگفت که هر کسی که رجم شده وفات کرده است این کافر وفات میکند. نه، مسلمان وفات میکند. اما مرتد توبه نکند بعد این مرتد وفات میکند. فرق وجود دارد. یکی از دلیل های قوی ترین، رد قوی ترین که ما به خوارج میزنیم، اولین دلیل ما همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حد را فرق گذاشتن، حدی مرتد شده و کفر اکبر شرک اکبر واقع شده و حدی کسی که زنا میکند یا دزدی میکند فرق دارد. مثلا کسی که دزدی میکند جزاش چیست؟ دستش میبرن، لیکن مسلمان است، دستش بریده کفاره در این دنیا است، در آخرت عذاب اصلا به اون نمیرسد دیگر باذن الله. بارک الله فیکم. پس این حدی هست که حد ردت و حد گناه کبیره از هم دیگر فرق دارد. حدهایی که به گناه کبیره میگذاشتند با او همون آدمی که گناه کبیره کرد مسلمان میگفتند، جنازه میخوندند، به قبرستان مسلمان گور میکرد. اما مرتد رو نه. اگر این کبیره به مانند زنا، به مانند شراب نوشیدن، دزدی کردن کفر می بود، کفر یعنی اکبر می بود، اینها باید یا توبه میکردن یا قتل بود. اگر توبه نکردن قتل میکرد.
اما پیامبر در هیچ جایی نگفتن که قتل کرده شد. یک قصه هست، قصه تو ماعز که خیلی معروف است رضی الله عنه، که بزرگترین دلیل است که ماعز به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم میآید که به گناهش اعتراف کرده میآید. این آدم میآید میگه که اینی زنیت، من زنا کردم. به نزد پیامبر اومده میگه که پیامبر من زنا کردم. پیامبر رویشون از این میگردن، گوش نمیکنن گپش. یک بار گپش قبول نمیکنن، تا اینکه این مرد میرود به خودش 4 تا شاهد میآورد، به خودش 4 شاهد میآورد، به نزد پیامبر میگه که این 4 شاهد من زناگر، من زنا کردم. پیامبر رویشون به این میگردن و میگن که آیا تو یگون مریضی دیوانگی داری؟ ابی که جنون. به طرف همین آدم نگاه کرده میگن که ابی که جنون، آیا در تو کسلی جنون، جین زدگی یعنی دیوانگی به عقلی است؟ چرا این کار کرده شدی؟ این میگه که رضی الله عنه یا رسول الله میگه، قال لا یا رسول الله لا، نمیگه من یگون جنون ندارم، عقل من در جایش هست، لیکن من زنا کردم، من اینو شاهد است. پیامبر میگن که اتزوجت؟ قال نعم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا تو یگون مرتبه زن گرفتی؟ گفتم تو زنا کرده باشی، یگون مرتبه پیش از زنا زن گرفته بودی؟ این میگه که بله رسول الله صلی الله علیه و سلم، من زن گرفته بودم، یعنی شوهر کرده بودم، زن گرفته بودم. گپ درباره محسن میرم. پیامبر به صحابه امر میکنه که اذهبوا به فرجموه، اینه برای دو رجم کنید. روایت امام بخاری، روایت امام بخاری. این حدیث چی رو دلالت میکنه؟ ما از این حدیث میفهمیم که اینه ببینید، یک نفر به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاد که یا رسول الله من شرک کردم، کفر کردم، آیا پیامبر بی‌پرواگی میکنن؟ نه، البته میگن که چی؟ چخیلی که عمار ابن یاسر به نزد پیامبر اومد و گفت که من هلاک شدم، یعنی به این معنی که کفر کردم، شرک کردم. پیامبر گفتن که قلبت چخیلی میگه، چی گفتی؟ بعد از این وقتی اکراه نازل شد و هم ببینید چقدر نازک است. یک صحابه اومده به نزد پیامبر بگن که من کفر کردم، شرک کردم، هلاک شدم. حتی آیت نازل شد که در حالت کفر کردن و شرک کردن در حالت اکراه عذر است، اما غیر اکراه آدم کافر میشود. اما وقتی که یک نفر اومد و گفت که من پیامبر زنا کردم، قبول نکردن. 4 تا شاهد آورد، گفتن که تو مگر مجنونی، دیوانه ای؟ نه. بعد از این برجم حکم کردن. برجم نگفتن که توبه کن، تو مرتد هستی توبه کن تو مسلمان میشی. گفتن که تو مسلمان گناهکار، کفاره تو، کفاره گناه این است که رجم میشی. رجم که شدی در آخرت عذاب نمیکشی. یا گناهی کبیره دیگری که علما مثال میارند، دلیل دوم ما برای اینکه گناه کبیره کفر اکبر نیست، شرک اکبر نیست. و البته ما دلیل های خوارج ها رو هم ذکر میکنیم و جواب میگیم. اول دلیل اهل سنت رو ببین، اول دلیل های ما رو ببینید که کفر گناه کبیره کفر اکبر نیست. دلیل هایی که خوارج ها میارند همیشه ما به شما میگویم، حالا در این حلقه نباشه در حلقه دیگر، و همیشه به جواب میگیم. اول دلیل مذهب خود ما رو، اهل سنت و جماعت، به قرآن و سنت با فهم سلفین اومد ببین. 3 نفر از صحابه رضی الله عنهم در در غزوه تبوک تخلف کردند. یعنی پیامبر به جنگ تبوک رفتند، 3 نفر نرفتند. البته این کار نکردند، اما به خاطر به اهمیتی کمی نرفتند. در حالتی که جهاد در اون وقت چی بود؟ فرض، واجب در همون عین زمان بود به هر یک قادر. این 3 نفر صحابه قادر بودند که باید روند. وقتی که رسول الله از جنگ تبوک گشت آمدند، این 3 نفر عذر خودشون رو پیشکر کردند. بگیم اولا نه، ببین وقتی که پیامبر آمدن، منافق ها عذر خودشون رو همه پیشه کردن. یعنی یک منافق اومده گفت که پیامبر من کسل بودم، یکیش این بودم، آن بودم، پیامبر قبول کردن گرفت. اما این 3 نفر اومدند عذر خود عذر آورده نتوانستند، نگفتند، از پیش خودشون
بر دروغ عذر نآوردند به مانند منافقین. گفتند که عذر ما همین است که ما عذر نداریم، ما در حقیقت به یگان عذر ما نرفتیم، ما گناهگاریم. این سه نفر گناه خودشون به گردن گرفت، عذری بر دروغ نآوردند، خطاگیشون فهمیدند. پیامبر چیکار کردند؟ بعد از این سه نفر رویشون گردانیدند، این سه نفر حجر کردند، عقوبت دادند. عقوبت این سه نفر این بود که حجر کرده شود، نه صحبت، نه سلام، نه تبسم، حتی در خانهشون قم نمی‌کردند، حتی زنهاشون اینها را حجر کرده بود، یعنی گناهی کبیره کردند. اما یک نقطه خوب ببینید، اما پیامبر به این سه نفر معامله مرتدین را نکردند. ما به خوارج‌ها سوال میکنیم، به این زنادقه، که به گناه کبیره انسان آیا کافر می شود؟ خوارج میگه که بله کافر می شود. وقتی که یک نفر گناه کبیره رو کرده کافر شود، این مرتد شد، زیرا که مسلمان بود، گناه کبیره کرد و کافر شد، مرتد شد یا نه؟ خوارج میگه که بله مرتد شد. ما به مرتد فوراً چگونه باید معامله کنیم؟ پیامبر باید به مرتد چگونه معامله میکرد؟ در نزدشون هر کسی که مرتد میشد به توبه دعوت میکرد، توبه نکرد، حکم مرتد به سر جاری است، قتل. این سه نفر گناه کبیره رو کرد، یک فرض رو ترک کرد بدون عذر، بله. گناه کبیره رو کرد، بله. پیامبر آیا به این سه نفر همچون مرتد معامله کردند یا همچون غیر مرتد؟ یعنی مرتد کسی که کافر شده، پیامبر همچون مرتد معامله نکرد، زیرا که اینها 40 روز گشتند، حکم مرتد به بالاشون جاری شد، اینها را به توبه دعوت نکردند، حکم قتل هیچ چیزی نیست، فقط حجر کرد، کافر هم نگفت. اینها نماز به همراهی مسلمان میخواندند، فقط حجر بود. براءت و حجر انمینجا فرقش است. حالا ما در آینده درباره براءت و حجر هم باید صحبت کنیم که خوارج‌ها فرق بین حجر و براءت نمیفهمند. حجر به مسلمان کرده میشه، خطا کرده، گناه کرده، بدعت کرده که به کفر اکبر نرسیده، اما کسی کفر اکبر و شرک اکبر قد براءت کرده میشه. در حجر تکفیر نیست، در براءت تکفیر است. براءت بدون تکفیر وجود میاد، اما حجر تکفیر نمیشه. بالاخره پیامبر به این سه نفر صحابه که گناه کبیره رو کردند معامله مرتد نکرد، فقط حجر کرد و بعد از این توبهشون الله قبول کرد. باز عیناً همین منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که گناه کبیره کرده ها را از کفر اکبر و شرک اکبر کرده فرق میگذاشتند و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم خلفاء الراشدون المهدیون ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم در همین منهج بودند. معامله که به اصحاب کبائر میکردند عیناً خلفای راشدین به مانند پیامبر گناه کبیره کرده رو تکفیر نمیکردند، گناه کبیره کرده رو مرتد، حکم مرتد به بالاش جاری نمیکردند و گناه کبیره کرده رو از قبرستان مسلمان بیرون نمیکردند، بلکه گناه کبیره کرده رو جزاهای خودش بود، جنازه به بالاش بود، حدود مخصوص داشت و جزای جنازه هم داشت و بعد از این به قبرستان مسلمان گور کرده میشد. الله اکبر. اولین کسی که به گناه کبیره تکفیر کردن را شروع کرد خوارج ها بودند در زمان حضرت علی. در اول قسماً کمتر و بعد از این عام شد، تا اون زمان اصلا وجود نداشت. این یک بدعتی خباثتی به وجود آمده در زمان عهد خلافت حضرت علی امیرالمؤمنین رضی الله عنه است که خوارج خوبسا به وجود آمد. اکنون باز میگردیم به قرآن. ما تعلیم پیامبر رو آموختیم، بله، منهج پیامبر رو آموختیم که پیامبر چگونه منهج داشتن، صحابه و چگونه تعلیم دادن. حالا ببینیم از قرآن سوره بقره آیه 178 که الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکند، صحبت میکرد درباره گناهگاران، یعنی عصات، اما تکفیر نمیکرد. ببینید الله میگه سبحانه و تعالی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. یعنی معنای آیت این است که اونهایی که ایمان آوردید برای شما قصاص گرفتن فرض کرده شد در قتل و کشتار. اگر یک آدمی آزاد کشد، همین آزاد یک آدمی کشته میشه. یک کس رو کشته میشه. غلام رو کشدم جزا هست. زن رو کشد هم. هر کسی که یک فمن عوفی له من اخی، اما هر کسی یک برادر مسلمانش رو در این قصاص بخشد جایز است. ببینید اکنون من به شما از این آیت چگونه حجت گرفتن و چگونه رد زدن به خوارج رو میگم. قصاص گرفتن کدام وقت قصاص گرفته میشه؟ وقتی که یک کس بالای کسی دیگر یک جنایت کرد. مثلا یک مسلمان دیگر رو دستش رو شکست. شکستن دست یک مسلمان گناه کبیر است یا نیست؟ گناه کبیر است. حالا شکستن یک طرف است، حقارت و دشنام کردن یک مسلمان فسق است، گناه کبیر است. سباب المسلمین فسق و قتاله کفر. جنگ کردن با مسلمان کفر است، ولی شکستن یک طرف است. مسلمان با مسلمان جنگ کردنش کفر است. یعنی قتال، جنگی که به هم دیگر شمشیر کشی میکنه. یا یک مسلمان دیگر را میکشد. آیا این کفر اکبر است؟ اگر بگوید که کفر اکبر است، الله در اینجا گفته شده است که اگر یک آدم مسلمان دیگر را کشد قصاص گیرید، اما برادر مسلمان همدیگرش رو بخشد جایز است، بهتر است، افضل است. یعنی یک مسلمان رفت و یک مسلمان دیگر رو کشت، از جانب کشته شده او اهل و خانواده کشته شده به کشنده را مثلا بخشیدند. الله اینها را برادر مسلمان گفته شده است. انا فهمیدید که به گناه کبیره الله تکفیر نکرد، بلکه برادرش گفت. گناه کبیره کنندن برادر مسلمان است. حالا که قصاص را بار دیگر میگیم، قصاص این در اساس گناه کبیره به وجود میاد. یعنی یک کس رو یک جاش رو میشکند، یک کس رو اینجا درباره قتل اومده است، به قتل میرساند. الله اکبر. فمن عوفی له من اخی، هر کسی که بخشیده شود برای او از برادرش. اکنون نظر میکنیم به سوره الحجرات آیت 9. اولا پیش از اینکه در این آیت صحبت کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که و قتاله کفر، یعنی جنگ کردن به مسلمان، جنگیدن مسلمان به همدیگر به خاطر کشتن همدیگر. یعنی دو مسلمان یا دو طایفه از مسلمان رو میخیزن، شمشیر میکشن به همدیگر جنگ میکنن. آیا مسلمان به مسلمان ها جنگ کنند این کفر اکبر است؟ کافر میشوند یگون نفر اینها یا یگون جماعت اینها؟ مسلمان به مسلمان اگر جنگ کند آیا کافر میشود؟ نه، بلکه جنگ کردن دو مسلمان به مسلمان کفر است، لیکن کفر دون الکفر است. کفر اکبر نیست، کفر اصغر است. پیامبر گفتند سباب المسلمین فسق فسوق و قتاله کفر. پیامبر نگفتند که و قتله کشتنش کفر است، بلکه قتاله جنگ کردنش کفر است. یعنی جنگ کردن مسلمان به مسلمان کفر بوده است. انا همین را خوارج‌های امروزه به مانند ابو محمد کردی زندیق و امثالش میگیرد و میگوید که پیامبر جنگ کردن مسلمان به همدیگریش رو کفر گفتند، پس این کفر اکبر است. هر کسی که جنگ کند به همدیگریش کفر است. ما مثال میاریم که وقتی که حضرت علی و معاویه جنگ کردند، در اینجا چی است؟ خودشون به دیوانگی میزنند و بعضی از این خوارج‌ها مثل خوارجی قدیم یا حضرت علی یا معاویه و یا هر دوشون رو تکفیر میکنند. دیگر علاج ندارد اینو. برای چی رافضه ها میخواهد که عقیده خوارج منتشر شود؟ برای همین عقیده. وقتی که خوارج میگه که به گناه کبیره تکفیر کرده میشود، عاقبت این است که صحابه رو باید تکفیر کند.
در زمان حضرت علی رضی الله عنه جنگ صفین شد، جنگ جمل شد، تکفیر بود صحابه. بله پیامبر گفتن که جنگ کردن به خاطر همدیگر رو کشتن، جنگ کردن کفر است. اما نظر بکن الله سبحانه و تعالی در آیت سوره حجرات مسئله جنگ مسلمان ها رو به همدیگر رو چی گفت؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر دو طائفه از مؤمنین به همدیگر جنگ کنند، الله دو طائفه ای که به همدیگر جنگ میکنند مؤمنین و موحدین و مسلمین هستند، هر دو طائفه رو مسلمان گفت. پس به همدیگر جنگ کردن مسلمان ها این امکانیت وجود داشته است، یعنی این چنین شدنش ممکن بوده است که مسلمان با مسلمان جنگیدنش ممکن بوده است، ممکن بوده است به این معنی نه که حلال است، نه، یعنی همین امکانیت همچنین حادثه شدنش به وقوع پیوستنش امکانیت دارد. اگرچه از نظر شریعت حکمش حکم حرام است، این کار حرام است و گناه کبیره است، کفر است. کفر یعنی گناه کبیره، کفر دون الکفر است، کفر دون الکفر. این دلالت میکرد که در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم دو کفر بود، کفر اکبر خارج من المله، کفر اکبری که اگر انسان انجام بدهد خارج از ملت اسلام میشه، به مانند شرک اکبر. شرک اکبر این کفر اکبر است. یا دیگر از کفرهای اکبری که وجود دارد، جنگیدن به اسلام، لشکر طاغوت شدن، یا که بگوید دشنام دادن الله رسول و به احترامی و تحقیر و غیره، کفر اکبر است. اما کفر دون الکفر، کفر اصغر، یعنی جنگیدن مسلمان به مسلمان است، یا دشنام دادن، یا گفتیم زنا کردن، یا دزدیدن، اینا کفر دون الکفر است، این گناه کبیره است. در یک حدیث پیامبر گفتن که جنگیدن کفر است. همین آیت ببینید که چی میگه، وقتی که دو طایفه از مؤمنین به هم دیگر جنگ کردن، بین این دو طایفه مؤمنین صلح کنید. اگر از این دو طایفه یک طایفه از صلح سرکشی کند، همه یک جا شوید، همون طایفه که از صلح سرکشی میکند همون رو زنید، به همون جنگ کنید تا اینکه سرخم کند به صلح، به امر الله. در بینشون اصلاح کنید، با عدل و انصاف کنید. الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد عادلان را. حجت من بار دیگر میگم، وجه الدلاله چی است؟ یعنی از این وقت ما چگونه حجت میگیریم؟ وجه حجت گرفتن یا وجه الدلاله، یا که استدلال گرفتن بگیم. استدلال میگیریم، حجت میگیریم، وجه الحجه. الله سبحانه و تعالی در این آیت اثبات کرد ایمان را به دو طایفه که به همدیگر مسلمان ها جنگ میکنند. در حالت یکی از این طایفه ناحق است، در حالتی که از همین دو طایفه یک طایفه باغی هست، سرکش است، خطاکار است، گناهگار است. از این دو طایفه یک طایفه حق است، یکیش ناحق است، اما الله مؤمن گفت، کافر نه. باغی یعنی سرکشی کردن و به جنگ رفتن، خون مسلمان ها را ریزاندن، به باغی شدن، این یکی از بزرگترین گناهان کبیر است، از همه بزرگترین گناه کبیر است. یعنی سرکشی میکند از اطاعت امیر، در بعضی حالت‌های باغی و غیر میشد، یعنی مسلمان میاد به مسلمان جنگ میکند، در جمله هزارها مسلمان کشته میشه به سبب باغی یا کسی که باغی میکند. این بزرگترین گناه است. شما ریزانیدن خون مسلمان را میدانید که چقدر گناه بد دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ خون مسلمان، بگیم ویران شدن خانه کعبه در نزد الله سبکتر است از ریزانیدن خون مسلمان. خون مسلمان را ناحق ریزانیدن، این گناهش وزنینتر از ویران کردن خانه کعبه است. خون مسلمان، ریزانیدن خون مسلمان خیلی هم گناه کبیره بزرگ است. مسلمان به مسلمان خسته جنگ کرده، هزارها خون مسلمان میریزد، از بزرگترین گناه کبیره و از همه سختترین و وزنینترین قبیحترینش است. اما الله با وجود همین
همین گناهکارایی که خون مسلمانان را خطا کرده میریزونند اینها را چی گفت؟ مؤمن، یعنی مسلمان، و آنها را به سوی توبه و صلح دعوت کرد. کافر نگفت، مؤمن. این رد قوی بر فرق سری خوارج و جهلا و خبثایی که به گناه کبیره تکفیر میکنند. و این چنین از آیات هایی که آشکار و واضح دلیل میگیریم که الله سبحانه و تعالی به گناه کبیره تکفیر نمی کند. این است که در سوره نساء آیت 48 الله میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. به درستی که الله نمی بخشد هر کسی را که به او شرک کرده، شرک اکبر، کفر اکبر را انجام داده یا شرک اصغر را هم انجام داده وفات کرده باشد، الله نمی بخشد. هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر بمیرد ابدی در جهنم است. البته صاحب شرک اصغر بعد از عذاب و مشقت به جنت میرد، اما هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر بمیرد برای او جنت حرام است. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. به تحقیق هر کسی که به شرک اکبر وفات کرده جنت برایش حرام است. اما غیر از شرک اکبر و کفر اکبر دیگر گناه ها را به کسی خواهد میبخشد. زنا شرک است، شرک اکبر است یا نیست؟ نیست. کفر اکبر است یا نیست؟ نیست. دزدیدن، شراب خوردن، الله سبحانه و تعالی صاحبان این گناه را اگر توبه نکرده بمیرند خواهد میبخشد، لیکن اینها مستحق عذاب است. عذاب کشد هم یک مدت معینی که الله چقدر خواسته باشد عذاب میکشد و بعد از این به شفاعت اینها به جنت به مرتبه های خودشون دیده داخل میشه. الله سبحانه و تعالی در این آیت گناه ها را تقسیم کرد به دو قسم. گناه هایی که بخشیده نمی شود و الله نمی بخشد، این شرک اکبر، کفر اکبری که عاقبت شبدی جهنم است، و گناه هایی که تحت مشیت الله است. به کسی خواهد می بخشد و کسی را خواهد عقابشون میکند، عذابشون میده. شکی نیست که دزدی کردن، شراب نوشیدن، کشتن یک نفس بیگناه، اینها گناه های بزرگی هستند ولی شرک نیستند. کفر اکبر و شرک اکبر نیست. اینها در زیر مشیت الله است. الله اگر خواهد عذاب میتد، خواهد کسی را خواهد میبخشد. یعنی الله یک موحد گناهگاری که گناه کبیره دارد خواهد عذاب میدهد و بعد از این به خاطر توحیدش از جهنم بیرون میکند و به جنت میبرد، اما خواهد میبخشد. بارک الله فیکم. این بود سه آیت که از این آیت ها آشکار و واضح شما میتوانید به خوارج ها رد زنید. سوره بقره 178، سوره حجرات 9، سوره نساء 48. اکنون باز میگردیم به دلیل ها از احادیث برای اینکه گناه کبیره کفر اکبر نیست و به گناه کبیره تکفیر کردن این منهج خوارج است. البته ما در این حلقه به پایان رسانیدن نمیتوانیم. همه حجت ها را از بارک الله فیکم از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، همه حجت ها را که گناه کبیره این کفر اکبر نیست در این حلقه گفته نمیتوانیم. اما یک مقدمه را کمی شروع میکنیم و در حلقه آینده ادامه میدیم. یعنی در حلقه آینده دلیل ها از سنت رو میاریم که گناه کبیره کفر اکبر نیست و گناه کبیره تکفیر کرده نمیشد. پیامبر نکردن، صحابه نکردن. هر کسی که به گناه کبیره تکفیر میکرد این مبتدی و ضال و مضل خوارج است. صحیح بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله یکی از علمای سلف، وفات کننده 256 هجری، باب اولشون چی است؟ کتاب اول صحیح بخاری چی است؟ کتاب
بدء الوحی، سرشوی وحی. کتاب دوم صحیح بخاری کدام کتاب است؟ کتاب الایمان، کتاب ایمان است. در همین کتاب ایمان امام البخاری بابها را ذکر کرده میاد و در همین کتاب ایمان به خوارج های در یک چند باب رد میزن. در یک چند باب، یکی از بابهایی که موضوعهایی که امام البخاری رحمه الله در صحیح بخاری به خوارج ها رد میزنن، زیرا که امام بخاری وقتی که این کتاب را نوشتن خوارج ها در عین اوج فتنه بود، در عین اوج کشتن مسلمان ها بود. خوب است، خصوصا در همین وقت‌های امام بخاری به منطقه فارس هم رسیده بود. اکنون باب 19 کتاب ایمان در صحیح بخاری همین است که باب کفران العشیر. کفران العشیر، کفر ورزیدن عشیر به عشیر، به شوهر و غیره. در دوامش میگن که کفرون دون کفر، کفر دون کفر. خیلی که نظر بکنید، بارک الله فیکم، ابن رجب حنبلی وقتی که انا همین باب صحیح بخاری را شرح میگن که وقال البخاری کفر دون کفر والكفر قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن المله مثل كفران العشير ونحوه عند اطلاق الكفر. این شرح ابن رجب الحنبلی وفات کننده 795 هجری است. امام بخاری باب کتاب صحیح بخاری را باب کفران العشیر و کفر دون الکفر است. باب کفران عشیر و کفر دون الکفر، یعنی کفر دون الکفر. این عباره سلفی منهجی ثابت شده است. کفر دون الکفر وجود دارد، یا عباره به عباره دیگر کفر اصغر میگویم. از صحابه وجود دارد کفر دون الکفر، اگرچه در سندش بعضی اشکال است، لیکن صحیح بسیاری ها صحیح گفتن. و امام بخاری هم در صحیح بخاری باب را گذاشتن کفر دون الکفر، کفری که دون کفر است، یعنی کفر اصغر وجود دارد. ما چرا گشته و برگشته میگیم کفر اصغر وجود دارد؟ در نزد خوارج کفر اصغر وجود ندارد، شرک اصغر وجود ندارد، ظلم اصغر وجود ندارد، فسق اصغر وجود ندارد. همین شک است که ما از صحیح بخاری اثبات میکنیم که اینها گمراهند، که از صحیح بخاری بابها ضد خوارج است. از احادیثایی که پیامبر گفتند آشکار و واضح ضد خوارج است. کتاب ایمان صحیح بخاری را خوب مطالعه کنید طالب علم ها، بخصوص برادرها، و البته باذن الله در آینده ما به شما شرح خواهیم داد این صحیح بخاری رو. بالاخره در همین باب امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله از ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم روایت میکنند. میگن حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زید بن اسلمه عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خير قط. أنا من یک حدیث آورد. تمام به همین این باب به پایان رسید. یعنی باب آوردن یک حدیث آورد، حدیث متفق علیه، روایتش معناش امام مسلم هم به دیگر کمی وسیع‌تر با روایت کرده. این یک حدیث طولانیه، از درونش کمتر برای حجت گرفت. حدیث درباره نماز خسوف است که از وسطش گرفت و این را حجت آوردن که در دین ما دو نمود کفر است، کفر اکبر است و کفر اصغر است. پیامبر گفتند که من بینانیده شدم دوزخ را، یعنی به پیامبر دوزخ نشان داده شد، جهنم نشان داده شد. پیامبر گفتند که وقتی که دوزخ را دیدم اکثر اهل دوزخ زنها هست، زیرا که اونها کفر می‌ورزند. یکفرن، زیرا که زنها کفر می‌ورزند. وقتی که پیامبر این سخن را گفتند صحابگان با پیامبر سوال کردند که
ایکفرن بالله، آیا زنها به الله کفر می‌ورزند؟ این دلالت میکند که صحابگان میدانستند که کلمه الکفر این مجمل است. وقتی که کفر گفته میشود کفر اکبر است، یعنی کفر بالله است. کفر اکبر یعنی و بعد از این کفرهای اصغر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوال کردند که آیا این زنهایی که جهنمی است و کفر می‌ورزیده است، آیا این کفر به الله اینها کفر می‌ورزند؟ پیامبر گفتند که قال یکفرن العشیر. یکفرن العشیر یعنی کفر می‌ورزد به کرده های و نیکی های شوهرش. و گفتند که و یکفرن الاحسان، و کفر می‌ورزد به احسان خوبی شوهرش. اگر گفتند به یکی از این زنها دهر 100 سال تمام خوبی ها را کردی، یک مرتبه از تو یک چیز ناخوب را دید، میگفت است که ما رأیت منک خیرا قط، هرگز از تو یک خوبی را ندید. این کفر ورزیدن زن به شوهرش، کفر ورزیدن زن به خوبی های شوهرش، کفر نعمت میگن. این کفر اصغر است، کفر دون کفر، بل این کفر است. زنها کفر میورزن، این کفر است، اما کفر اصغر است که از اسلام انسان را خارج نمیکند. که ابن رجب حنبلی گفتند که امام بخاری کفر دون کفر گفت، یعنی کفر اصغر و کفر گفتند قد یطلق و یراد بالکفر الذی لا ينقل عن المله. در بعض حالات کفر گفته می شود، اما مراد از این کفر این است که از ملت اسلام انسان را بیرون نمیکنه، به مانند کفران العشیر و به مانند همین در وقت اطلاق. یعنی وقتی که کفر مطلق گفته می شود همچین است. بارک الله فیکم. پس انا همچنین است که امام البخاری رحمه الله آشکار و واضح به این خوارج ها رد زدند و گفتند که کفر دون الکفر وجود دارد. کفر اصغر وجود دارد یا ندارد؟ مرامت حدیث جواب بگید. صحابگان از پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی صحابگان در وقت شنیدن کلمه کفر فهمیدن که کفر ورزیدن، کلمه کفر یعنی کفر به الله است، یعنی مجمل. فهمیدن که کلمه مجمل است، باید انیق کنه. اما پیامبر فهموندن که این کفر به الله نیست، یعنی کفری که خارج از ملت اسلام میکنه نیست. کفر دون کفر است. و در دوام سخن ابن رجب حنبلی در پایانتر در فتح الباری، ابن رجب حنبل در فتح الباری شو میگن که وعنه في هذه الآية قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله. البته ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، که ابن عباس کفر دون الکفر گفته. اینا میارن که حاکم صحیح گفته در اسنادش. البته گفتیم قسمی از علما این رو ضعیف گفته. کفر دون الکفر صحیح باشد هم معناش درست است که یک حاکمی که مسلمان است یک بار یا دو بار به حکم الله ترک کرد کافر گفته نمیشه. اما خوارج‌ها در اینجا هم چی میکنن؟ تکفیر میکنن. که این یکی از مسائل است که ما باید صحبت بکنیم. نباید فراموش کنیم. به یاد من هم رسانید که این مسئله حالا به یادم اومد که در مسئله حکم الله این مسائل باید صحبت کنیم. اقتدای خوارج. بارک الله فیک. این یکی از حدیث های واضح بود که آشکار و واضح کلمه کفر آمده، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کفر می‌ورزد، اما گفتن این کفری که خارج از ملت اسلام نمیکنه. بارک الله فیک. یا که پیامبر گفتن از حدیثی که عبدالله بن عمر ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند، از حدیث عبدالله بن مسعود است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که سباب المسلمی فسوق و قتال و کفر، دشنام دادن مسلمان فسق است و قتاله جنگ کردن با مسلمان کفر است. امام بخاری خودشون تخریج کردند. امام مسلم هم حدیث متفق علیه است. امام مسلم 3 مرتبه روایت کرد. امام مسلم هم امام بخاری هم روایت کرد. یا حدیثی که پیامبر گفتن لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، بعد از من شما بازگشته کافر شده گردن هم دیگر رو نزنید. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هر کسی که به برادرش میگه که یا کافر، به یکی از اینها باز میگرده. این چون حدیث ها رو علما باوردن. یعنی ما چخیلی که گفتیم هر کسی که جنگ میکند به مسلمان دیگر این کفر است، ما در واقع گفتیم که آیت این شرح داده است که مسلمان با مسلمان جنگ کردن کفری اکبر نیست.
انا این یکی از حدیث ها بود که رد قاطع لطکوب کننده و جهمی های بگیم خوارج های جهمی گشته زمانه بود. الحمدلله شما فهمیدید و به اذن الله سبحانه و تعالی باقی مانده دلیل ها از سنت را، از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را که خیلی دلیل های قوی است، خصوصا در مسئله زنا، در مسئله دزدی خیلی هم دلیل های قوی از پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در حلقه آینده بیان میکنیم که در این حلقه اگر ما صحبت کنیم 2 ساعت و 2.5 ساعت میشود و حلقه خیلی طولانی میشود و بسیار یک شبهه خبیثانه این خوارج‌هایی که به گناه کبیره تکفیر میکنند این است که الزانی لا یزنی حین یزنی و هو مؤمن، السارق لا یسرق و هو یسرق و هو مؤمن، یعنی زنا کننده کافر است میگن، کافر است، شراب نوش کافر است میگن. ما حدیث های متفقون علیه هم میاریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم کافر نگفت، زناکار کافر نگفت. موحد زنا کردنش ممکن است می، هم خیلی هم هست می، یک مسلمانی که لا اله الا الله بگه با زنا کند شدنش ممکن است. یک مسلمان فاسق ضعیف الایمانی که گناه کبیره کرد اما کافر نمیشه تا زمانی که حلال نگوید. این دیگر مسئله است که فردا دلیل های سنت رو میگیم و بعد از این دلیل های خوارج ها رو میگیم که 40 دلیل میگه خوارج ها برای گناه کبیره و بعد از این او برات میزنیم، یعنی 2-3 حلقه درباره گناه کبیره. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.